خب برادران عزیز، من چند پیام، چند نکته برای قشرهای گوناگون در این لحظه ها دارم. پیش از همه پیامم به مردمی که در میدان ایستادند در شهر خارو. همونطوری که در مقدمه صحبت گفتم، بدانید اگر شبکه‌ها قطع است، اینترنت قطع است، من از تمام برادران خواهش میکنم با تلفن، با هر وسیله که امکان دارد به برادران بدخشانی برسانید که امروز ملت در پهلوی شما قرار دارد، نابسته از آن که در داخل کشورند یا در خارج. و مردم با دعایش، با مبارزه سیاسیش، با سخنش، با ملاقات‌های دیپلماتیش در خدمت شما هست. دیگر سال 2021 سال 2012 نیست. دیگر اون رقم 21 و 12 جاها رو عوض کرد. رقم 1 و 2 جاهای خود رو عوض کردن. در اون وقت 12 بود، حالا 21 شد. اون وقت شبکه‌های اجتماعی فعال نبود زیاد. اون وقت در خارج کشور نبودن یک گروه متشکل قوی که درد شما رو، پیام شما رو به جهان برسونن، از شما پشتیبانی معنوی و رسانه‌ای کنن. و از طرف دیگر جامعه تاجیکستان در اون شب روز پراکنده بود. یک گروه دعوا داشتن که قضیه بدخشان قضیه صرف بدخشان است، نباید دیگران دخالت کنند. حتی این صدا از داخل خود مردم بدخشان اون وقت صدا میداد که اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه‌های دیگر به قضیه بدخشان دخالت کنند، قضیه سیاسی میشود و کسی سوء استفاده میکند از قضیه بدخشان و نباید که کسی به قضیه بدخشان دخالت کند. خود بدخشان مشکلات خود را حل خواهد کرد. همین گونه دعوا از طرف دیگر هم صدا میداد و اون تفریقه و اختلافی که در بین ملت، در بین گروه ها وجود داشت، باعث آن گشت که حکومت امروزه تاجیکستان توانست خیلی راحت قسمی از مردم را شهید کند. بهترین فرزندان ملت تاجیک از آن جمله بدخشان را مثل شهید امام نظر، شهید سبزعلی و دیگر برادران را به شهادت برساند. برخی را زندانی کردند، برخی دیگر را پرونده جنایی کشیدند، مجبور کردند که به هجرت برود و به هدف خود رسیدند. اما امروز وضعیت کاملا فرق کرده است. امروز به طور شبانه روزی 24 ساعت در خدمت شما مردم مبارز خارو و بدخشان، شبکه‌های اجتماعی، پایگاه‌های خبررسانی، چه مخالفین و چه مستقل در اینجا نوبتدار تعیین کردند، در خدمت شما هستند، کمک کرده ایستادند. ده‌ها ملاقات‌های دیپلماتی با سازمان‌ها، با کشورهای گوناگون صورت گرفته ایستاده. الان که من این صحبت رو در همین ساعت کرده ایستادم، روز یکشنبه هست، ما با یکی از کشورهای اروپایی دیگر سفر کردیم با یک هیئت و از فردا از روز دوشنبه ملاقات‌ها با نهادهای رسمی این کشورها، با مقامات پارلمانی، دیپلماتی و رسانه‌ها آغاز خواهد شد و صدای شما نه تنها به تمام اروپا بلکه به سراسر جهان رسانده خواهد شد. منظورم این است که دیگر شما تنها نیستید. ملت رو در پهلویتان دارید. مردم بدخشان دیگر بیدار شده است. واقعا احساس می‌شود که دیگر مردم بدخشان اون پراکندگی که در سال 2012 بود امروز الحمدلله که نیست. همه درک کردن که دیگر قضیه بدخشان قضیه یک گروه نیست بلکه قضیه تمام ملت است. در خارج شما هزارها مبارزین را دارد که نابسته از گروه ها، نابسته از اختلافات نظر در بسیاری از مسائل ها، امروز همگان در پهلوی شما قرار دارند. من یک خواهشی برادران از شما دارم. من این صداها را حتی از برخی از برادران بدخشانیان در اروپا شنیدم که حتی در اروپا ایستادن مثل سال 2012 صدا بلند کرده ایستادن. شاید این تحلیلی آنها است. شاید کسی از مقامات به گوش آنها از طریق دوستانه مصلحت داده است که یعنی شما بدخشانی ها اجازت ندهید که باز نیروهای دیگر، منطقه‌های دیگر تاجیکستان در این مسئله با شما همراه شوند و شما همراه مبارزه برید. این قضیه شما را سوء استفاده خواهند کرد، به فایده هدفهای سیاسی خودشون، پیمان ملی تاجیکستان یا گروه‌های دیگر استفاده میبرند و این حرفا را ما شنیده ایستادیم. یک ایده از برادران بدخشی مثل سال 2012 سالهای گذشته باز هم فکر میکنن که قضیهشون تنها قضیه خودشون است و باید خودشون حل کنند. اگر دیگر قشرهای جامعه تاجیکستان به خصوص نیروهای سیاسی اگر وارد این قضیه شدن، قضیه سیاسی میشود، کسی از اونها سوء استفاده میکند و غیره. برادران عزیز، در تاجیکستان ما یگان قضیه منطقوی و فردی نداریم. چه قضیه کلا باشد، چه واروخ باشد، چه بدخشان. مگر وقتی که قضیه واروخ به وجود آمد ما گفتیم که این قضیه تنها خاص مردم اسفر است و مردم واروخ آنها باید خودشان حل کنند. مگر شما برادران بدخشی در پهلوی مردم واروخ نبودید؟ مردانوار ایستادید، آمادگی نشان دادید که بروید به خاروق و برای یک گوشه تاجیکستان مبارزه برید. همین طور تمام مردم تاجیک نابسته از گرایش دینی و مذهبی و سیاسی و حزبی و تشکیلاتی امروز قضیه شما را قضیه خود می‌دانند. همونطوری که مسئله دادن زمین تاجیکستان را که از یک گوشه بدخشان بود، تمام ملت تاجیک، البته قشر آگاه و بیدار ملت تاجیک قضیه خود دانست و مبارزه را آغاز کرد تا این روز دوام داده ایستاده است. بنابراین همین اجازت ندهید. شاید که بعضی شما واقعا صمیمانه فکر میکنید که خودتون به تنهایی میتوانید این مشکلات را حل کنید. من با کمال مسئولیت با اون تجربه که داریم در مبارزه‌های سیاسی
و شما میگیم که این اشتباه است. ما تاجیکستانی ها را تقسیم میکنن به بدخشانی، به واروخی، به اسفرگی، به کلابی، به فیض آبادی، به حصاری و یکایک ما را به تنهایی به این حالت خالی و ذلت میارند و اجازه نمیدهند که ملت یگانه و متحد باشد. بنابراین من از همه ملت تاجیک خواهش میکنم، بخصوص از مردم سربلند بدخشان، که دیگر این صحبت‌ها رو کنار بگذارید و بدانید که مردم در کنار شما هست و خواهد ماند. شما مبارزه خود را همونطوری که مصالحت آمیز شروع کردید و ادامه داده ایستادید، ادامه بدهید. بدانید که نه تنها ملت تاجیک، تمام آزادیخواهان جهان در پهلوی شما خواهند بود. درست است که امروز تا این لحظه قضیه تاجیکستان مثل قضیه بلاروس، مثل قضیه افغانستان و جاهای دیگر جهانی نیست، ولی آهسته آهسته از طریق فعالیت رسانه‌ای، شبکه‌ای، ملاقات‌های دیپلماتی بدانید که این استواری، این مبارزه و این قضیه شما جهانی خواهد شد و جهان از قضیه شما آگاه خواهد شد. اما اینجا یک نکته هست. حالا من شنیدم همین لحظه ها که در شهر خارو گفت و شنید با بین مقامات و بین نمایندگان مردم آغاز شده است. این آغاز خوب است. ما کاملا جانبدار همه گونه مذاکرات هستیم، گفت و شنید هستیم و این گونه قضیه ها راه حل نظامی ندارد. امام علی رحمان، یتیموف، رمضان رحیمزاده دیگر در فکر آن نباشند که مثل سال 2012 میتوانند قضیه را با راه کشتار و ترور و جنایت حل کنند. مردم دیگر نمیترسند. مردم بدخشان تنها نیست و آنها اگر واقعا صادقانه این گفت و شنید را آغاز کرده باشند، ما جانبدار هستیم. اما بدانند هم حکومتداران آگاه باشند که دیگر نمیتوانند مردم را فریب کنند با این حیله و نیرنگی که در گفت و شنیدهای گذشته نشان دادند. چون ما تجربه گفت و شنید صلح بین تاجیکان را داریم که بعداً خیانت کرده و عهدشکنی کرده. ما همین گونه تجربه تلخ گفت و شنید را در سال 2012 داریم، در سال حتی 2 سال پیش در همین منطقه بدخشان داریم که با میانجیگری یادگار فیضوف این قضیه حل شد. مردم باور کردند که حل شده است، اما معلوم میشود که نه. شما همونطوری که علی شیرزمانوف گفت، همیشه در بغلتون یک سنگ را، یک خنجری را نگه می‌دارید که بعداً استفادهش برید و همون پرونده را امروز برداشته. بعد از آن که یادگار فیضوف از منصب گرفته، یک نفری امنیتی حلقه برداشت خود را آورده. معلوم شد که هدف چی بوده است از این تعیینات کادری. هدف در این بوده است که برای شما این فضای صلح و آرامش در بدخشان لازم نیست. شما باید حتما اون نیتی که دارید، انتقام گرفتن، جزا دادن، ترساندن مردم رو باید به نتیجه برسونید. در صورتی که یادگار فیضوف یا هر نفری مثل یادگار فیضوف که نماینده مردم است، جانبدار استفاده راههای خشین و ترور و کشتار نیست، اون به درد شما نمیخورد. باید رو از منصب دور کنید و یک نفری رو بیارید که تفکرش، فلسفه‌اش، جهانبینیش جهانبینی نظامی است، امنیتی است، کشتار است و او خود را همچون نماینده مردم نمیدوند، بلکه نماینده تعیین کرده شما میدوند و به این خاطر این تعیینات ها صورت گرفت و متاسفانه این حالت پیش آمد. بنابراین باید مردم آگاه باشد. مردم باید که از تجربه های تلخ گذشته عبرت بگیرد و این طلبات هایی که شما در میان گذاشته مردم شریف بدخشان، من خواندم بیانیه‌ای که شما صادر کرده، اون طلبات هایی که شما دارید واقعا طلبات های بسیار ساده هستند، بسیار عادلانه هستند، بسیار حکیمانه هستند، قانونی هستند، اما خیلی ساده. اگر یک حکومت همین گونه طلبات های شما را عملی نکند، اجرا نکند، پس وظیفه‌اش چی است؟ طلبات های شما در مقایسه با طلبات مردم پنجشیر که در دستشون سلاح دارند، بر ضد حکومت مرکزی کابل می‌جنگند، شما سلاح ندارید، تظاهرات مصالحت آمیز کرده اید. طلبات های شما همچون طلبات یک شهروند است، یک منطقه تاجیکستان است. اگر حکومت تاجیکستان همین طلبات های شما را هم که 100% عملی نکند، پس وظیفه‌اش چی است؟ بنابراین یگان طلبات شما غیر قانونی و غیر عادلانه نیست. خیلی استوار باشید، پافشاری کنید و من امیدوارم، باور دارم که نهایت این مبارزه شما پیروزی هست. برای چی؟ برای آنکه اولش که دیگر حکومت تاجیکستان جسارت و قدرت و توانمندی تکرار یک یورش یا هجوم نظامی وحشی را در بدخشان دیگر ندارد. مثل سالهای گذشته اون قضیه دیگر خاموش نخواهد ماند. اگر حکومت تاجیکستان میتوانست در سال همون 2 سال پیش، 4 سال پیش این هجوم نظامی را انجام میداد و همون حادثه‌های 2012 رو تکرار میکرد، اما برای چی نکرد؟ وقتی که آغاز کرد، ارتش فرستاد، تمام نیروهای در خارج بوده منسجم شدند و این قضیه را رسانه‌ای کردند و نشان دادند که با تمام امکاناتشان شب و روزی برای رسانه‌ای کردن و مردمی کردن قضیه بدخشان در پهلوی مردم بدخشان خواهند بود. این بود که حکومتداران عقب نشینی کردند. اگر کسی فکر کند که امام علی رحمان به خاطر کدام عقیده‌های گومانیستی، انسان دوستی عقب نشینی کرده باشد، بداند که این گونه فهمیش برای این گروه کاملا بیگانه است. تنها در یک صورت اینا عقب نشینی میکنند. تاریخ نشان داده است. در سال 97 هم، در سالهای بعدی هم، در وقت جنگ شهروندی هم، در قضیه بدخشان هم چند مرتبه وقتی که
احساس کنند، درک کنند که با راه نظامی زورشان نمیرسد و شکست خواهند خورد. کمترین احساس پیروزی را کنند، برتریت را کنند، مطمئن باشد که اینها دست به سلاح خواهند زد. بنابر همین اینا دیگر جسارت اون هجوم را مثل سالهای قبلی نخواهند داشت و ملت دیگر اجازت نخواهد داد. مطمئن باشد اگر در بدخشان خون بریزد بار دیگر با اون شکلی که وحشیانه در سال 2012 بود، تمام تاجیکستان به پا خواهد خیست، تمام تاجیکستانیان چه در داخل و چه در خارج. بنابر همین من و شما این پیام را با کمال قاطعیت میرسانم که در خواستهای قانونی و ملی خودتان استوار باشید. اجازت ندهید که این گروهی که به نمایندگی از حکومت در مذاکرات با شما نشستند با استفاده از اون فرهنگ خاص شما، با استفاده از اون کلمه‌های زیبا، با استفاده از آن که اینها خودشون اکثریتشون زاده بدخشان هستند، باز شما را فریب کنند و در گمراهی اندازند.